به برنامه بررسی و تبادل نظر پیرامون دیدگاه‌های چندگانه خوش اومدید. امروز میخوایم روی یکی از پیچیده ترین و راستا شاید بی‌سابقه ترین بحران‌های اطلاعاتی و امنیتی دوران معاصر تمرکز کنیم. دقیقاً، یه بحران به شدت چند لایه که ابعادش خیلی فراتر از یه منطقه خاص رفته. درسته. بحث امروز ما بر پایه گزارش‌های مستند اخیر شکل گرفته. همون متنی که درباره سانسور و بحران تو اسرائیل منتشر شده. متنی که یه تصویر خیلی تکان دهنده از وضعیت خبرنگاران، اونم تو عصر ارتباطات، سانسور دیجیتال و بحران‌های امنیتی به ما میده. خب، پرسش مرکزی بحث ما اینه: آیا این محدودیت‌های شدید رسانه‌ای، قطعی ارتباطات و این پدیده واقعاً عجیبه اجبار خبرنگاران به گزارش دادگی از کافه‌ها یه استراتژی سیستماتیک و عمدی از طرف دولت تا فروپاشی اقتصادی و امنیتی رو پنهان کنه، یا اینکه این وضعیت صرفاً پیامد اجتناب ناپذیر تخریب شدید زیرساخت‌ها توی جنگ پیچیده است. بحرانی که هدف اصلیش فقط کنترل امنیت عملیاتی و جلوگیری از انتشار شایعات خطرناکه. دقیقاً. سوال همینه. خب، موضع من تو این بحث کاملاً روشنه. شواهد به ما نشون میده که ما با یک کمپین عمدی و کاملاً سیستماتیک سانسور طرفیم که هدفش کنترل افکار عمومی، پنهان کردن واقعیت‌های جنگ و البته همون فروپاشی اقتصادیه. و استدلال من اینه که این محدودیت‌ها قبل از اینکه یه سرپوشگذاری رسانه‌ای باشن، در درجه اول ناشی از تخریب فیزیکی زیرساخت‌ها و خطرات جانی بی‌سابقه تو مناطق درگیری هستن. یعنی این تلاش ناامیدانه دولت برای مدیریت یه بحران امنیتی و ژئوپلیتیکی خیلی پیچیده است. خب، بیاین دقیقاً از همون نقطه تماس مخاطب با اخبار شروع کنیم، یعنی همون پدیده گزارش از کافه. ببینید، وقتی ما به داده‌های میدانی تو متن منبر نگاه می‌کنیم، یه الگوی به شدت معنادار می‌بینیم. خبرنگارهای بین‌المللی اجازه ورود مستقل به مناطق درگیری رو ندارن و مجبورن از کافه‌ها و مکان‌های غیر رسمی فرسنگ‌ها دورتر از خط مقدم گزارش بدن. این نمیتونه صرفاً یه تصادف یا پیامد جانبی جنگ باشه. این یه تصمیم آگاهانه است. بیایید به تأثیر روانی این قضیه فکر کنیم. وقتی مخاطب جهانی گزارشگر رو میبینه که توی کافه امن در تل‌آویو نشسته و داره درباره یه منطقه جنگی حرف میزنه، ناخودآگاه یه نسخه پاستوریزه، استریل و کاملاً سورئال از جنگ بهش مخابره میشه. این تضاد بصری، نوشیدن قهوه در برابر گزارش از آوار شدن، شدت فاجعه رو برای افکار عمومی جهان تلطیف میکنه. در کنار این، ما گزارش‌های متعددی داریم که خبرنگاران فلسطینی و بین‌المللی مستقیما تهدید میشن، دستگیر میشن یا مجبور به ترک منطقه میشن. دولت به شدت هراس داره که تصاویر واقعی جنگ فشار بین‌المللی رو به نقطه غیرقابل بازگشتی برسونه. این سانسور مستقیما با وضعیت اقتصادیشون گره خورده. وقتی هزینه‌های جنگ روزانه به میلیون‌ها دلار میرسه، توریسم کاملا فلج شده و سرمایه‌گذارای خارجی دارن فرار میکنن، خب دولت راهی جز خفه کردن جریان آزاد اطلاعات نداره تا این فروپاشی رو پنهان کنه. ببینید، من اصلاً با این تصویرسازی شما موافق نیستم. شما دارید یه موقعیت به شدت بحرانی و پرآشوب رو به یه نقشه ماکیاولیستی دقیق تقلیل میدید. وقتی میگید نسخه استریل از کافه ها، انگار دولت به خبرنگارا گفته برید تو کافه بشینید تا جنگ قشنگتر به نظر برسه. واقعیت میدانی که تو همون گزارش هم اومده اینه که خطوط ارتباطی و اینترنت، مخصوصاً فیبرهای نوری و دکل‌های مخابراتی تو مناطق درگیری کاملاً نابود شدن. وقتی زیرساخت فیزیکی اصلا وجود نداره، یه خبرنگار با یه لپتاپ و تجهیزات ارسال سنگین دقیقاً کجا باید بره که بتونه یه فایل ویدیویی رو مخابره کنه؟ رستوران‌ها و کافه‌های شهرهای دورتر از درگیری تنها جایی هستن که هنوز به شبکه‌های پایدار اینترنت دسترسی دارن. درسته، ولی اجازه بدید این نکته رو تکمیل کنم. این یه ضرورت زیرساختیه، نه یه طراحی هنری برای تلطیف جنگ.
از طرف دیگه شما میگید خبرنگارها اجازه ورود مستقل ندارن. خب معلومه که ندارن. ما در مورد منطقه‌ای حرف میزنیم که ده‌ها خبرنگار فلسطینی تا همین الان توش کشته یا زخمی شدن. این نشون دهنده بالاترین سطح خطر و عدم امکان تأمین امنیت جانیه. اگه یه خبرنگار غربی یا بین‌المللی تو خط مقدم کشته بشه، همون نهادهای بین‌المللی دولت رو مقصر میدونن که چرا اجازه دادید بدون هماهنگی نظامی وارد منطقه بشن. مدیریت این بحران همه جانبه رو نباید با سانسور سیستماتیک اشتباه گرفت. شما به نابودی زیرساخت‌ها و بحث امنیت جانی اشاره می‌کنید که خب به نظر منطقی میاد. اما وقتی سازمان‌های بین‌المللی معتبری مثل گزارشگران بدون مرز به صراحت و بارها درباره وضعیت اسفناک روزنامه‌نگاران در این منطقه هشدار میدن، ما دیگه نمیتونیم پشت کلمه ضرورت زیرساختی قایم بشیم. مسئله فقط این نیست که اینترنت قطع هست پس به کافه بروید. مسئله اینه که وقتی خبرنگاران مستقل، به خصوص خبرنگاران عرب و مسلمان، تلاش میکنن روایت خودشون رو از غزه یا کرانه باختری داشته باشن، با تهدید مستقیم خود نهادهای امنیتی مواجه میشن، نه فقط خطر بمباران. دولت رسما تصمیم میگیره چه کسی حق داره روایتگر صحنه باشه و چه کسی باید حذف بشه. این یه فیلترینگ هدفمنده. اگه نگران جان خبرنگارها هستن، چرا همون خبرنگارهایی که با آگاهی کامل از خطرات میخوان وارد بشن رو متوقف میکنن؟ چون این یه استراتژی کلاسیکه برای اینکه مطمئن بشن روایت رسمی ارتش و دولت با هیچ چالش جدی و مستقلی از درون میدان مواجه نمیشه. اتفاقاً گزارشگران بدون مرز کارش هشدار دادنه و منم قبول دارم قطعاً آزادی مطبوعات به شدت آسیب دیده. اما بیایم از این زاویه بهش نگاه کنیم. توی جنگ متراکم شهری دولت نمیتونه ریسک حضور افراد غیر نظامی و غیر قابل کنترل رو تو میدان نبرد بپذیره. این یه پروتکل امنیتی سختگیرانه است توی بحران غیر قابل کنترل. اما اصلا بیایید فرض کنیم حق با شماست و فیزیک ماجرا کاملا عمدیه. درباره فضای دیجیتال چه توضیحی دارید؟ چون میدونم که حتما میخواید بگید سانسور به فضای مجازی هم کشیده شده. دقیقاً. عالی شد که اینو پرسیدید. این دقیقاً همون نقطه‌ایه که استدلال پروتکل امنیتی به خاطر خطرات فیزیکی شما از هم میپاشه. سانسور دیجیتالی که الان شاهدش هستیم هیچ ربطی به ترکش و بمب و نابودی دکل مخابراتی نداره. ما داریم درباره سانسور دیجیتال در قرن 21 حرف میزنیم. یه مدل بسیار پیشرفته از مسدود کردن. هدفمند، حساب‌های کاربری خبرنگاران مستقل مسدود میشه. از پلتفرم‌های شبکه‌های اجتماعی مستقیما درخواست میشه تا پست‌های انتقادی و ویدیوهای مستند شهروندان رو حذف کنن و یه شادوبن الگوریتمی گسترده علیه محتوای مخالف اعمال میشه. چرا؟ خب دلایل امنیتی؟ چون اینها میخوان صدای مخالفان داخلی رو خفه کنن، مردمی که تو اورشلیم و تل‌آویو به خیابان‌ها اومدن و دارن تظاهرات میکنن، خانواده هایی که میپرسن چرا فرزندان ما باید تو این جنگ کشته بشن، چرا بخش تکنولوژی ما که موتور محرک اقتصادمون بود داره نابود میشه. وقتی یه شهروند تو تل‌آویو نارضایتی مشروع خودش رو از هزینه‌های جنگ تو شبکه‌های اجتماعی می‌نویسه و فرداش اکانتش مسدود میشه، این دیگه پروتکل نظامی نیست. این استفاده از ابزارهای استبدادی برای مدیریت افکار عمومی و پنهان کردن استیصال جامعه از چشم جهانه. این سانسور دیجیتالی که شما میگید توی فضای خلأ و آرمانی اتفاق نمیفته. بیایید واقع بین باشیم و ببینیم تو اکوسیستم رسانه‌ای امروز چه خبره. شبکه‌های اجتماعی در حال حاضر تبدیل شدن به یه میدان مسموم از اطلاعات کاملا متناقض و شایعات ویرانگر. ما داریم درباره پلتفرم‌هایی حرف میزنیم که توشون شبکه‌های سازمان یافته ربات‌ها هر روز دارن شایعه شروع جنگ جهانی سوم رو ترند میکنن. درسته، شایعه زیاده، ولی اجازه بدید وقتی شما با یه خطر چند وجهی مواجهید، سرمایه‌گذارهای خارجی دارن خارج میشن، بازار جهانی نفت به شدت ملتهبه و نگران بی‌ثابتیه و اعتماد به رسانه‌های سنتی هم از بین رفته، یه شایعه بزرگ تو توییتر یا تلگرام میتونه ضربه نهایی رو به بازار سرمایه و روان جامعه وارد کنه.
دولتی که روزی میلیون‌ها دلار هزینه جنگ میده و اقتصادش رو لب تیغه است، نمیتونه بشینه نگاه کنه که یه موج اطلاعات غلط دیجیتال باعث هجوم مردم به بانک‌ها یا فروپاشی کامل روانی جامعه بشه. کنترل جریان اطلاعات تو این فضا تلاش ناامیدانه و از سر ناچاری برای جلوگیری از یه فروپاشی سراسریه، نه صرفاً یه توطئه برای خفه کردن صدای چند تا معترض تو اورشلیم. بحران خیلی بزرگتر از این حرفاست. تقصیر رو گردن شایعات شبکه‌های اجتماعی انداختن بهانه‌ایه که تو تاریخ توسط هر سیستمی که خواسته سانسورش رو توجیه کنه استفاده شده. این که بگیم مردم ظرفیت درک حقیقت رو ندارند و شایعه میسازن، پس ما باید اطلاعات رو کنترل کنیم، دقیقاً تعریف کلاسیک سانسور دولتیه. اما چیزی که باعث شده این کمپین سانسور چه فیزیکی و چه دیجیتال تا این حد موفق بشه و بدون هزینه ادامه پیدا کنه، همون انفعال سیستماتیک بین المللیه که تو متن بهش اشاره شده. این دولت توی جزیره منزوی این کارها رو نمی‌کنه، داره تو مقابل چشم همه دنیا این کارو میکنه. چرا موفق میشه؟ به خاطر پیچیدگی روابط. چون منافع ژئوپلیتیک قدرت‌های بزرگ پشتشه. ایالات متحده با وجود فشارهای فزاینده داخلی و خستگی شدید مردمش از جنگ‌های بی‌پایان خاورمیانه همچنان به حمایت بی‌قید و شرطش ادامه میده. کشورهای اروپایی نهایتاً یه ابراز نگرانی دیپلماتیک میکنن، اما هیچ اقدام عملی نمیکنن. نهادهای مثل شورای امنیت سازمان ملل کاملاً فلج شدن و قطعنامه‌هاشون حتی روی کاغذ هم ارزش اجرایی نداره. این انفعال شرم‌آور تو سطح بین‌المللیه که ده اسرائیل یه چک سفید امضا داده تا بدون هیچ ترسی از پاسخگویی به جامعه جهانی جریان آزاد اطلاعات رو قطع کنه. آزادی مطبوعات اینجا مستقیما قربانی منافع سیاسی و وتوهای سازمان ملل شده. شما دارید انفعال سازمان ملل و حمایت آمریکا رو مطرح می‌کنید که خب کاملا درسته، اما دارید دلیل این فلج شدن رو خیلی ساده انگارانه می‌بینید. این فقط یه موفقیت در سانسور نیست که به خاطر سکوت غرب به دست اومده باشه. ما با یه بنبست پیچیده، در هم تنیده و جهانی طرفیم. بیایید نگاهی به بقیه بازیگرایی بندازیم که تو گزارش اومده. مثلا کشورهای عربی. آیا اونا هم دارن به سانسور کمک میکنن؟ نه. اونا تو یه موقعیت دوگانه و فلج کننده گیر افتادن. از یه طرف افکار عمومی خودشون به شدت خشمگینه و تحت فشارن تا از فلسطین حمایت کنن، از طرف دیگه اقتصادشون به شدت به روابط حیاتی با غرب وابسته است. همین باعث شده روند عادی‌سازی روابط تو منطقه کاملا متوقف بشه، اما اقدام عملی دیگه‌ای هم نمیتونن بکنن. یا بیایید بریم کمی شرق‌تر، هند توی تناب‌بازی وحشتناک گیر کرده. داره تلاش میکنه یه تعادل به شدت شکننده بین روابط استراتژیک و نظامیش با اسرائیل و از اون طرف روابط اقتصادی و انرژی محورش با عرب ایجاد کنه. برای همین هند هم عملاً فلج شده و موضع قاطعی نمیگیره. خب دقیقاً همین وضعیت کشورهایی مثل هند یا کشورهای عربی بهترین فضا رو برای تداوم این سکوت رسانه‌ای فراهم میکنه. وقتی همه درگیر منافع خودشون هستن، هیچکس فشاری برای شفافیت نمیاره. شما چین رو ببینید. چین به عنوان یه ابرقدرت که میتونه موازنه رو تغییر بده، اصلا به بحث آزادی بیان یا حقوق بشر در اینجا اهمیتی میده؟ ابداً. نگاه چین کاملاً به منافع اقتصادی و جریان امن انرژی دوخته شده. اونا نهایتاً به یه حمایت کلامی و دیپلماتیک از راه حل دو دولتی بسنده میکنن، چون نمیخوان بازارهاشون به هم بریزه. این محاسبات سرد و اقتصادی چین در کنار همون فلج بودن سازمان ملل که گفتیم، دقیقاً همون چیزیه که به دولت اجازه میده بدون مزاحمت بین المللی روزنامه‌نگارها رو محدود کنه و اینترنت رو کنترل کنه. درسته، چین فقط به اقتصاد فکر میکنه، اما تبعات این بحران اطلاعاتی و ژئوپلیتیکی داره از کنترل همه خارج میشه. شما به پاکستان و افغانستان نگاه کنید. تظاهرات مستمر و خشم عمومی تو خیابانهای این کشورها نشون میده که این بحران اصلا محدود به یه منطقه کوچیک نمونده.
سرریز شدن این بحران به کل خاورمیانه و آسیا نشون میده که این دولت‌ها دارن با یه طوفان موجودیتی دست و پنجه نرم میکنن. فشاری که روی دولت‌هاست فقط به خاطر این نیست که اسرائیل داره اخبار رو سانسور میکنه، بلکه به خاطر تضاد منافع ساختاری تو کل سیاست بین‌الملله. وقتی وضعیت تا این حد شکننده است و تأثیری به این گستردگی داره، کنترل شدید اطلاعات و ارتباطات در مبدأ بیشتر یه غریزه بقا توی سیستم بین‌المللی در حال فروپاشیه تا یه سرکوب محلی مطبوعات. اما اتفاقاً به خاطر همین گستردگی و پیچیدگی‌های ژئوپلیتیکی که ما بیشتر از هر زمان دیگه‌ای به خبرنگار مستقل تو میدان نیاز داریم. نقش رسانه‌ها و جستجوی حقیقت الان حیاتی ترین مسئله است. ما می‌بینیم که شبکه‌های خبری بزرگ دنیا مثل الجزیره، BBC و CNN هر کدوم با زاویه دید و سوگیری‌های خاص خودشون وقایع رو پوشش میدن. الجزیره روی فاجعه انسانی تمرکز میکنه، CNN روی مسائل امنیتی، BBC سعی میکنه یه خط میانه رو بگیره. اما نکته کلیدی اینجاست: تا زمانی که خبرنگاران مستقل تو میدان حضور نداشته باشن و تا زمانی که اونایی که واقعاً تو خط مقدم هستن مسدود بشن یا مجبور بشن برن تو کافه‌های تل‌آویو بشینن، پیدا کردن حقیقت تو میان این روایت‌های رسمی و غول‌های رسانه‌ای غیر ممکن میشه. وقتی شما اجازه نمیدی روزنامه‌نگار آزادانه تو بین مردم حرکت کنه، مستند بسازه و با آسیب دیدگان بدون واسطه حرف بزنه، تنها تصویری که به جهان مخابره میشه یه تصویر کاملاً فیلتر شده و منطبق بر منافع همون دولتیه که داره یه بحران عمیق رو پنهان میکنه. اینجوری حقیقت میشه اولین قربانی. من با شما کاملا هم نظرم که روایت‌های رسانه‌های سنتی متفاوت و سوگیران است. اما اینجا دقیقاً همون جاییه که ما شاهد یه تغییر پارادایم هستیم. بله، خبرنگار حرفه‌ای محدود شده، اما آیا انحصار اطلاعاتی دست دولت مونده؟ نه. کارشناسان رسانه تو همین گزارش به درستی به پیشبینی مرکز مطالعات رسانه‌ای اشاره می‌کنن که میگه اعتماد به رسانه‌های سنتی به شدت در حال کاهشه. این اتفاقاً یه نقطه عطفه. امروز مردم دیگه منتظر نمیشینن تا یه شبکه خبری خاص بیاد و حقیقت رو براشون بسته‌بندی کنه. انحصار روایت شکسته شده، اونم نه توسط خبرنگاران رسمی بلکه توسط شهروندان و رسانه‌های مستقل. علیرغم تمام قطعی‌های اینترنت و شادوبن‌ها، ما می‌بینیم که تصاویر شهروندان، تحلیل‌های مستقل و پلتفرم‌های جایگزین دارن کار خودشون رو می‌کنن. مخاطب امروز یاد گرفته که باید منابع مختلف را کنار هم بذاره، مقایسه کنه و حقیقت رو از بین اون حجم عظیم از شایعات استخراج کنه. در عصر دیجیتال حتی تو بدترین شرایط زیرساختی هم شما نمیتونید جریان اطلاعات رو به طور کامل مسدود کنید. حقیقت بالاخره مثل آب از بین شکاف‌ها راه خودش رو پیدا میکنه. برای جنبندی بحث امروزمون، من همچنان معتقدم که وقتی تمام قطعات پازل رو کنار هم میذاریم، شواهد بسیار روشن و گویا هستن. از اون حضور اجباری و سریال خبرنگاران در کافه ها به جای میدان جنگ گرفته تا حذف هدفمند و سیستماتیک پست‌های دیجیتال منتقدان و نادیده گرفتن هشدارهای مکرر سازمان‌های بین‌المللی، همه اینها فقط یه چیز رو نشون میده. ما با رژیمی روبرو هستیم که تحت فشار خرد کننده قرار داره. رژیمی که برای بقا در برابر بحران‌های عظیم اقتصادی، فرار سرمایه‌گذاران، توقف کامل توریسم و البته خشم و نارضایتی‌های عمیق داخلی در خیابان‌های خودش دست به دامن ابزارهای قدیمی کنترل افکار عمومی شده، منتها این بار با تکنولوژی مدرن. این صرفاً پیامد تخریب چند دکل مخابراتی نیست. این یه تلاش کاملاً سازمان یافته است تا از افشای یه فروپاشی درونی در برابر چشم جهان جلوگیری بشه. و خلاصه نگاه من اینه که هرچند آسیب وارد شده به جریان آزاد اطلاعات و کار سخت خبرنگاران تو این شرایط اصلاً غیر قابل انکار نیست، اما تقلیل دادن این وضعیت پیچیده به یه نقشه از پیش تعیین شده برای سانسور، یعنی نادیده گرفتن واقعیت‌های تلخ، فیزیکی و خشن جنگ، چیزی که ما داریم می‌بینیم قبل از هر چیز نمایانگر یه فروپاشی ساختاری و نابودی فیزیکی زیرساخت‌های ارتباطیه. محدودیت‌ها، واکنش‌های امنیتی اجتناب ناپذیر به یه بحران موجودیتی هستند که هیچ دولتی تو شرایط مشابه نمیتونست به راحتی مدیریتش کنه.
این یه بحرانی که ابعاد چند وجهی بین‌المللی داره، از نگرانی‌های فلج کننده بازار جهانی نفت گرفته تا محاسبات سرد و دیپلماتیک تو پکن و واشنگتن و فشارهای خیابانی تو کشورهای عربی و جنوب آسیا. فکر میکنم فارغ از اختلاف نظرامون درباره نیت پشت این محدودیت‌ها، نقطه‌ای که هر دومون میتونیم روش توافق داشته باشیم اینه که اکوسیستم رسانه‌ای ما تو دل این بحران داره یه تغییر پارادایم بزرگ و تاریخی رو تجربه میکنه. اعتماد به رسانه‌های سنتی و رسمی داره جاش رو به یه جستجوی مستقل اما پرمخاطره تو شبکه‌های اجتماعی میده، پدیده‌ای که همونطور که گفتیم هم میتونه راهگشا و رهایی بخش باشه و هم به شدت گمراه کننده و خطرناک. دقیقاً همینطوره. مسئله‌ای که امروز سعی کردیم بازش کنیم خیلی فراتر از یه اتفاق محلی یا چند تا محدودیت مقطعی برای رسانه هاست. این یه دومینوی جهانیه. درک کامل این بحران نیازمند اینه که مدام بررسی کنیم و چشماندازهای مختلف رو کنار هم بچینیم. باید ببینیم این درگیری‌ها چطور از یه طرف روی اقتصاد جهانی و بازارهای نفت تأثیر میذارن و از طرف دیگه باعث تغییرات ظریف اما بنیادین تو دیپلماسی آسیا و خاورمیانه میشن. هیچ کدوم از این اتفاقات تو خلأ رخ نمیدن. و دقیقاً به خاطر همین در هم تنیدگی هاست که بررسی انتقادی منابع و رجوع به مستندات مصب تو این دوران از هر زمان دیگه تو تاریخ مهمتره. امیدواریم این گفتگوی ما کمک کرده باشه تا لایه‌های پنهان این بحران رو از زوایای مختلف، از محدودیت‌های محلی تا بازی‌های ابر قدرت‌ها ارزیابی کنید و با یه تفکر انتقادی به جستجوی حقیقت تو این فضای به شدت سیال و پرالتهاب ادامه بدید. تو این دوران پیچیده، تفکر و تحلیل مستقل خود شما بهترین ابزاریه که در اختیار دارید.